چرا یه عالم وقتی هست بین ما استفاده نمی کنیم؟ چرا وقت نمیگذاریم؟ وقت الله اکبر برای حرفای هشمن یشایی، الله اکبر برای حرفای بیخودی، چقدر وقتمون رو میدیم؟ حاضریم تا نیمه های شب تا سحر بشینیم حرف از کوچه و بازار بزنیم، اما محال است یک کلمه حرف حسابی. آخه بابا این خدا میدونه خیلی قیمت داره. بر لب جوی نشین و گذره وقت برو ببین کیا چقدر عاشق علم بودن و چقدر شور داشتن و تلاش داشتن. آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف میفرمود وقتی نماز مغرب عشا رو میخوندیم یه مختصر غذایی میخوردیم، بعد ایشون میفرمود وضو میگرفتم تکیه به دیوار نمیدادم. تو رو خدا جوانها گوش کنید، اکثرتون دانش آموزید، دانشجو هستید، طلبه ها اساتید خودم هستن، من درس فصل میدم. واقعا کی ما تو عمرمون اینجوری درس خوندیم؟ خب واقعا باید یک کسی بشه آیت الله بروجردی دیگه، هر قد پول بدی. ایشون میگفت تکیه نمیدادم که خوابم نبره. بعد اینقدر غرق مطالعه میشدم که گاهی کمرم درد میگرفت، میگفتم برم از حجره بیرون یه هوایی تازه کنم. وقتی از حجره میزدم بیرون هوا تازه کنم میدیدم مؤذن داره اذان صبح رو میگه و من گذر زمان رو نفهمیدم. این قد غرق در علم. و حالا آقا کتاب دستشه، موبایلم دستشه، این قد که به موبایلش نگاه میکنه، کامنتا رو میخونه یا پیاما رو میخونه، یعنی 3 ساعت کتاب دستشه اما یه صفحه نخونده. این مسخره بازی در نیار. تو بخوای مطالعه کنی درست مطالعه کن، این موبایل بنداز کنار.